بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که به آن حرف زده نمی‌توانند. از قسم یکم درس امروزی ما الدرس الرابع، یعنی درس چهارم. درس چهارم مانند دیگر درس‌های گذشته به خود خاص عنوان دارد. الدرس الاول، عنوان درس از چه عبارت بود؟ اسم الاشاره. هذا الدرس الثاني اسم الاشاره، ذلك للبعيد. الدرس الثالث حرف التعريف. الدرس الرابع حروف الجر في، على، من، إلى. عنوان درس چهارم از چی عبارت بود است؟ از حرف‌های جر. البته حرف‌های جر از اینها هم بیشتر می باشند، ولی آن حرف‌های جر را در اینجا ذکر کرده است که در همین درس یعنی ذکر شدگی هستند. اساساً اسم را در دو حالت جر خوانده می شود. فهمیدید؟ اسم را در دو حالت چی خوانده می شود؟ جر خوانده می شود. الاسم یجر اذا كان مسبوقا بحرف من حروف الجر او كان مضافا الیه. این قاعده رو باید که از یاد کرده شود. الاسم یجر، اسم را جر خوانده می شود. کدام وقت؟ همه وقتی که پیش از اسم یکی از حرفهای جر را ذکر کرده شدگی باشد، مانند فی، علی، من، الی. دویم حالت با کی و کدام وقت اسم را جر خوانده می شود؟ وقتی که اسم مضاف الیه شود که این را در درس پنجم خواهیم گذاشت. بنابراین درباره مضاف الیه چیز نمیگویم امروز. اینک ما فهمیدیم که اسم را در دو حالت جر خوانده می شده است. الاسم یجر اذا كان مسبوقا بحرف من حروف الجر او كان مضافا الیه. اسم را جر خوانده می شود اگر پیش از وی حرف از حرفهای جر ذکر شدگی باشد که در نتیجه اسم را مجرور می نامند و حرف را که پیش از آن آمده است وی را الجار می گویند. الجار و المجرور می شود. اما گفتیم که در دویم حالت مضاف الیه باشد، اسم یکم را مضاف نامیده می شود، اسم دویم را مضاف الیه نامیده می شود. این را انشاءالله گفتیم بعد درس پنجم می گذاریم. خب در اینجا گفتیم که البته از 4 تا بیشتر می باشند، با و تا و کاف و منذ و خلا و بحاش من ان علا حتی الی، یعنی حرفای جر بسیارند. اما در اینجا 4 تا را ذکر می کند: فی، علا، من، الی. مشهور، الاشهر که الاشهر از همه مشهورتر درباره معناهای این حرفا چنین گفتن علما: فی
للظرفية، على للاستعلاء، من للابتداء، إلى للانتهاء. اینها یعنی مشهورترین معنی های حرف های جر باشند. اگه نه با دیگر معنی ها هم دارن، ولی حالا مقامی تفصیلی دیگر معنی های این حرف ها نمی باشند. فی برای ظرفی است، یعنی عادتا فی رو در جای استعمال کرده می شود که در داخل یگان چیز، در درون یگان چیز، در داخل یگان چیز ظرف گفته چیزی رو میگوین که در درون او به تعبیر عادی گویم مثلا آب می ایستد، یا که یک چیزی رو میگوین که داخل دارد، درون دارد. خب علی باشد استفاده برده میشه آن را بالای چیزه، سطح چیزه، بالای چیزه، یا که بالای کسه، بالا. من برای ابتدای مقصد است، الی باشد برای پایان مقصد. خب صاحب شرح فرموده است که البته در اینجا کم فهمونده است و میدید خیلی هم کم، بنابراین بعضی وزنی نشود گفته، از حد زیاد نشود گفته، در برابری قاعده هایی که صاحب شرح یعنی کتابی شرح کرده صاحبش چیزی گفته است انده که عباره ها علاوه کرده است تا معنا کمی باشد هم پرتر شود. مثلا میگه که حروف الجر تجر الاسم الذي بعدها بالكسره. حرفای جر حرفای می باشند که اسمی را که بعد آنها ذکر می شود یا که می آید وی را جر می کنند. با چی؟ با کسره جرش می کنند. یعنی با کسره گفتن به اون معنا گفته شده است که علامت جرش کسره می باشد. علامت جرش چی می باشد؟ کسره می باشد. خیلی که در همین درس واقعا فقط مثال های آوردگیش از کسره عبارت می باشد. بارک الله فیکم. فهمیده؟ اکنون خیلی خوب می شد می گفت که حروف الجر تجر الاسم الذي بعدها بالكسره. حرفای جر حرفای می باشند که اسمی رو که بعد آنها می آید یا که هست یا که ذکر می شود جر می کنند با کسره او بما ناب عنها، یا که با کسره میو با آن چیزی که نایب از کسره می باشد. یعنی فقط کسره علامت جر نبود است. فهمیده؟ بون می شود دیگر نایب ها هستند که کسره را عوض می کنند به سبب آن که وی نامش دیگر چیز است. مثلا نایبی از کسره هر مثالی که صاحب کتاب ذکر می کند اگر اهمیت دادگی باشید یک دو تشه می خوانم. محمد فی البیت یاسر فی الغرفة آمنة فی المطبخ. در اینجا بینید بعد از فی می آمدگی اسمی هست که مجرور است، چون که فی حرفی جر می باشد و نه اسمی بعدی آن مجرور می باشد. علامت جرش چی می باشد؟ کسره می باشد. می شود که در بعض حالت ها علامت جر کسره نباشد و عوض کننده از کسره می باشد. مثلا همونی که عوض از کسره می شود الیاء او بما ناب عنها. مثال یا که می شود که نایب از کسره آید. مثال چی؟ و هی مثال الیاء یا که کلیاء والفتحة مانند یا و فتحه. معلوم می شده است که آن اسمی که مجرور شده است علامت جرش سه چیز می باشد. یا کسره می باشد که این اصل می باشد، یا که یا می باشد، یا که فتحه هم شدنش ممکن.
فهميدت؟ الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. فهميدت؟ یا علامت جر می شود و کسره را عوض می کند اگر اسم مثنا باشد، اسم دوگانه باشد، یا که اسم جمع مذکر سالم باشد، یا که اسمهای پنجگانه باشد. همه اینها را بعد می گذاریم. حالا اشاره کرده ایستادم و تفصیل نمی فهمیم. و می شود که فتحه می باشد و الفتحه تكون علامة للجر ونائبة عن الكسرة. فتحه علامت جر می شود و نائب از کسره می شود فی الممنوع من الصرف، در آن اسمی که تنوین قبول کننده نمی باشد. فهمیدید؟ اسمهای زبان عربی در نوبت خود به دو قسم تقسیم می شوند. فهمیدید؟ منون و غیر منون، یا که منصرف و غیر منصرف، تنوین قبول کننده و تنوین قبول نکننده. اگر اسم از اسمهایی باشد که تنوین را قبول میکردنی یا که میکردگی نباشد، وی را چی مینامند؟ الممنوع من الصرف. وقتی که وی را دانستیم که الممنوع من الصرف است، در سرش حرفی از حرفهای جر داخل شود یا که مضاف الیه شود، این در این حین علامت جر را با کسره دیدن نمی شود. علامت جر با چی می باشد؟ با فتحه می باشد. بارک الله فیکم. پرسن که برای چی؟ میگه که لانه ممنوع من الصرف، چون که این اسمی که هست که تنوین را قبول نمی کند. اکنون برای خاطر آن که اسمی که الممنوع من الصرف است و به جای کسره با فتحه مجرور شود، با شرط است. دو تا شرط است. اذا تجرد من ال والاضافه، به شرطی که همین اسمی که نام او در اصل ممنوع من الصرف بود، علامت جر با کسره نمی با فتحه می شود، به شرطی که در سرش الف لام نداشته باشد. یکم شرط. دوم شرط مضاف شدگی نباشد. مضاف شدگی نباشد. فهمیده؟ در عکس حال، یعنی اگر مبادا الممنوع من الصرف در سرش ال داخل شود یا که مضاف شود، در اون حین علامت جر او نیز با چی می شود؟ با کسره می شود. بارک الله فیکم. اینها یعنی که در درس های آینده خواهم گذاشت، انده که معلومات داده می بست. فهمیدید؟ مثال های یعنی صاحبی کتاب را می خونه. محمد فی البیت، محمد در خانه است. یاسر فی الغرفه، یاسر در اتاق است. امینه فی المطبخ، آمینه در آشخانه است. اگر اهمیت دادگی باشه، در اینجا محمد ذکر شده ایستاده است و یاسر ذکر شده ایستاده است. بعد از آن امینه تو، همین آمینه یعنی از اسمهای می باشد که بارک الله فیکم در آخرش تنوین نیست. این را چی می نامند؟ یعنی غیر منون می نامند. فهمیدید؟ یا که غیر منون، منون و غیر منون. محمد منون، یاسر منون، آمینه غیر منون. حالا این انشاءالله در بارش برمیگردیم. القلم علی المکتب، قلم در بالای میز است. الطفل علی السریر،
کودک در بالای کت است. الطالب علی الکرسی، دانشجوی در بالای کرسی است. وقتی که ما در زبان تاجیکی در گفته استعمال کنیم علا را، باید که بالا را ذکر کرده شود. اگر ما بادا یعنی در گفته ترجمه نکنیم، بالا را ذکر نکرده بر گفته ترجمه میکنیم. یعنی قلم بر میز است، کودک بر سریر است، دانشجوی بر کرسی است. اما یعنی که فصیح‌تر می شود اگر در گفته بالا را استفاده برد. خرج المدرس من الفصل، خرج المدرس من الفصل، مدرس از صنف برآمد. فاطمة من الهند، فاطمه از هندوستان است. هذا القلم من محمد، این قلم از محمد است. ذهب خالد الى المعهد، خالد به دانشگاه رفت. ذهب علی الى المدیر، علی به نزد مدیر رفت. ذهب طالب الى المرحاض، دانشجوی به حاجت خانه رفت. فهمیده؟ خب حالا که یعنی دور نرفتیم، یک چیزی مهم را خاطر رسان کردنی هستم. ما گفتیم که مثال محمد فی البیت فی حرف من حروف الجاره، یعنی فی حرف از حرفای جر کننده است. البیت مجرور بفی، به طفیل فی مجرور شد و علامت جره کسرة ظاهرة فی آخره. علامت جرش چی می باشد؟ کسره ظاهری می باشد در آخرش، لانه اسم مفرد، چون که البیت چی می باشد؟ اسم مفرد می باشد. خب اکنون همین خیلی قاعده است که می گویند و یحتاج الجار والمجرور و کذا الظرف الى متعلق. هر جا که جار و مجرور باشد، همچنین هر جا که ظرف باشد، اینها رو میگذاریم انشاءالله، مثل فوق، تحت، عند، اینها رو ظرف میگن. این درسی مستقل و علاهیده دارد. خلاصا هر جا که جار و مجرور باشد یا که ظرف باشد، هر کدامی از اینها احتیاج به متعلق دارند. فهمیده؟ و متعلقش چیست؟ متعلق این فعل می باشد و هو فعل او ما فيه معنى الفعل. یعنی متعلق جار و مجرور و همچنین متعلق ظرف چی می باشد؟ یا فعل می باشد یا که با آن یا که آن چیزی می باشد که در همان چیز معنای فعل باشد. فهمیده؟ البته در کدام جمله که فعل نباشد، متعلق او با معنای فعل میرد. فهمیده؟ و یک چیزی بر میگردد که وی با معنای که معناش معنای فعل می باشد، یا در جمله ذکر شدگی است همان، یا که پوشیده آمده است. مثلا محمد فی البیت، محمد در خانه است، همین خیلی است. فی البیت جار و مجرور متعلق بکائن. کائن یعنی جار و مجرور متعلق به اسم فاعل شد.
یعنی محمد در خانه هست. فهمیدید؟ همه اینها یعنی که متعلقشون به چی می باشد؟ به کائن می باشد و کائن یعنی از کان یکون گرفته شده محذوف است. اکنون یک جمله رو می بینیم که در آن جمله فعل ذکر شدگی باشد، مانند خرج المدرس من الفصل من حرف من حروف الجارة، الفصل مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. مبن الجار والمجرور متعلق بالفعل، جار مجرور متعلق بالفعل وهو همون فعل چی بوده است؟ خرج. یعنی برآمد مدرس از صنف، از صنف بود دوباره برمیگرده معنا، از صنف برآمد. فهمیدید؟ خب یا که ذهب خالد الى المعهدی، خالد به دانشگاه رفت. الى المعهدی جار و مجرور متعلق بذهب، یعنی به دانشگاه رفت. ذهب علی الى المدیر، به مدیر رفت. ذهب الطالب الى المرحاض، الى المرحاض به حاجت خانه رفت. دیدید هر جا که جار مجرور هست متعلق وی یا فعل می شود یا آن چیزی می شود که همان چیز معنای فعل را دارد. خب بعدا می فرماید که این گفته است که سؤال عن المکان، یعنی این هم اسم استفهام است برای پرسیدن از جای. یعنی این خاص اسم استفهامی می باشد که سوال می کند یا که به این سوال کرده می شود آیدی مکان، آیدی جای. با دیگر تعبیر گویم این اسم استفهام مبنی على الفتح يدل على المكان. این اسم استفهام است مبنی به فتح می باشد، یعنی که آخرش همیشه فتح دار می باشد، فتحی و دیگرگون نمی شود. چرا دلالت می کند؟ دلالت به مکان می کند. خب اعراب این چگونه است؟ فی محل نصب على الظرفیة المکانیة متعلق بالفعل اذا تلاها فعل. نگاه کنید این خیلی مهم است. هر جا که عینه باشد در محل نصب می شود، چونکه کدام اسمی رو که ما گفتیم که مبنی بر فتح هست، گفتیم یعنی سختی او به فتحه می باشد که فتحه او دگرگون نمی شود. کدام اسمی رو که ما گفتیم که مبنی علی الکسر، گفتیم و کسرش یک خیل است دیگر نمی شود. کدام اسمی که آخرش سکون داشته باشه مبنی علی السکون، دامه داشته باشه مبنی علی الدم، دیگرگون نمی شود. در حالت اعراب گرفتن چه خیل بند ما ویها را یعنی که اعراب گذاری میکنیم، در محل میگیم، در محل رفع، در محل نصب، در محل جر گفته رفتن میگیریم. کدام کلمه را که مبنی باشد یعنی سختی او دیگرگون، آخر او دیگرگون نمیشدنی باشد و آخرش یک حالت را قبول کردگی باشد، دیگر این کلمه ها را در وقت اعراب کردن فی محلی گفته اعراب میکنیم. فهمیدید؟ از جمله کلمه هایی که آخرش دیگرگون نمیشود همین عینه می باشد، چون که اسم استفهام است. همه اسم های استفهام بغیر از ای چی می باشد؟ مبنی می باشد. مبنی می باشد. بنابراین در محل نصب میگن عینه را. چرا؟ چون که آخر نصب شدن او به خاطر ظرف مکانیه بودنش، یعنی این ظرف یا چیزی درونی رو در نظر می دارد و به مکان دلالت می کند. آخر اگر مبادا بینید که بعد از عینه فعل ذکر شدگی باشد، بارک الله فیکم،
بس ما گفتیم که در یاد داشتگی باشه، گفتیم که جور و مجرور و ظرف نگاه کنید و ظرف محتاج به فعل می باشد یا که محتاج به آن چیزی می باشد که در همون چیز معنای فعل باشد. مادامی که عینه در محل نصب بوده است برای خاطر ظرف مکانی بودنش، این هم متعلق به چیزی داشته است، متعلق به فعل می شود اگر به شرطی که بعد از وی فعل ذکر شدگی باشد. مثلا این تذهب، این تريد ان تذهب، به کجا رفتن میخواهی؟ این ذهب علی. دیدید بعد از این وقتی که ذهب آمد چی میگویند؟ یعنی في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بذهب میگویند، چون که بعد از وی چی آمد؟ فعل آمد. اما متاسفانه صاحب کتاب این رو ذکر نکرده است، بعد از وی اسم رو ذکر میکند. این محمد، این محمد، محمد فی الغرفة، محمد فی الغرفة. محمد در کجاست؟ محمد در اتاق است. این آمینة، این فاطمة، این فاطمه، فاطمة فی المطبخ. فاطمه در کجاست؟ فاطمه در آشخانه است. اکنون در این حالت اعراب عینه چیست؟ البته بعد عینه یعنی اسم آمده ایستاده است، فعل آمده ایستاده، اعرابش دیگر میشه. فهمیدید؟ این اسم استفهام مبنی علی الفتح. فهمیدید؟ خب في محل رفع خبر مقدم میگوید. فهمیدید؟ في محل رفع خبر مقدم. معلوم است که مبتدا هست و خبر هست، اما این باشد خبر شده ایستاده است. برای چی آن رو خبر مقدم میگویند؟ اساسا در اصل باید که مبتدا اول ذکر شود و بعد از آن خبر ذکر شود. در بعضی حالت ها همچنین همین حالت ها اسمهای استفهام حق صدارت دارند، یعنی حقشان بلند هست، برای همین در سری کلمه یکم وای ها ذکر می شود. گرچنده که خبر هست میگوید، گرچنده که خبر است، برای اونا مشهوده پیش می آید، لیکن خبر است، بنابراین از جای خودش پیش آمدنش چی میگویند؟ خبر مقدم. معلوم است که محمد چی میشود است؟ به مبتدا مؤخر، مبتدای مؤخر است و عین خبری مقدم. عین محمد، محمد. خب همین مقدار کفایت میکنه. ماذا یا که ما هذا. ما در هر دو حالت اسم استفهام می باشد. ذا، ماذا، ذا باشد الموصوله، اسم موصوله می باشد. اسم چی می باشد؟ موصوله می باشد. اگر ما هذا شود در اون حین زارا ما اسم موصوله نگفته نمی توانیم، زیرا در سرش حرفی تنبیه دارد. فهمیده؟ این معناش چی میشده است؟ این چیست؟ در هر دو حالت خواه ماذا میگویم یا که ما هذا میگویم لغیر العاقل یا که به دیگه تعبیر لغیر العالم، این رو استعمال میکنم برای غیر عالم. ماذا علی المکتب، در بالای میز چیست؟ بگید چیست در بالای میز؟ القلم علی المکتب. نگاه کنید، ماذا یعنی کدام چیز است، همون چیزی که هست در بالای میز کدام چیز است، چون که موصوله همین معنا میدهد. اما ذا موصوله که هست ذکر میکنه که القلم علی المکتب. فهمیدید؟ همون چیزی که تو سوال کرده شده نمیدانی چی هست،
و قلم است. ماذا علی السریر، در بالای کت چیست؟ یعنی همون چیزی که بالای کتنده هست چیست؟ الساعة علی السریر، ساعت است در بالای کت. ماذا علی المکتب، چیست یا که چی چیز است در بالای میز؟ گفته شده است محمد علی المکتب، محمد در بالای میز است. خطا. برای چی؟ برای خاطر آن که این از چیز پرسیده ایستاده است، برای غیر عالم است. فهمیدید؟ اما جواب چی؟ برای عالم آمده ایستاده است یا که برای عقلدار آمده ایستاده است. بنابراین عباره را خطا گفته است. خب دیگر موضوع، العلم المؤنث لا ينون. کدام نام خصوصی که زنانه باشد تنوین را قبول نمی کند. هر نام شخصی، نام خصوصی که مؤنث باشد وی تنوین را قبول نمی کند. چرا؟ زیرا اینکه وی را غیر منصرف می نامد. ما در ابتدای درس کمی باشد هم گفتیم اسمها در نوبت خود به دو قسم تقسیم می شوند، منون و غیر منون. فهمیدید؟ آن اسمی که تنوین را قبول میکند و آن اسمی که تنوین را قبول نمیکند. اسمی که تنوین را قبول میکند وی را منصرف میگویند، یعنی اسمی تنوین قبول کننده، و اسمی که تنوین را قبول نمیکند وی را غیر منصرف مینامند، یعنی اسمی تنوین قبول نکننده، چون که صرف به معنای تنوین است. فهمیدید؟ اکنون اسمهایی که تنوین را قبول نمی کنند اکثری اسمهای عربی می باشند، اما آن اسمهایی که تنوین را قبول نمی کنند ویها کم می باشند. بنابراین برای خاطر بسیار را خوب دانستن ما چیکار میکنیم؟ کم را از بر میکنیم، آید کم معلومات میگیریم، علم میگیریم، بس باقی مانده را چه میدانیم که مثال ویها تنوین را قبول میکنند. از جمله همان اسمهایی که تنوین را قبول نمیکنند یعنی که غیر منصرف، سببش آن بود است که العلم المؤنث لا ينون. همین اسمهایی که عائشه تو، امینه تو، مریم و فاطمه تو، سبب تنوین را قبول نکردنشان یا که گویم با دیگه تعبیر خوبتر از این، سبب مثال غیر منصرف شدنشان از دو چیز عبارت است. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ غیر المنصرفی یک قاعده را باید که از یاد انشاءالله من حرکت بکنم که خطا نکرده برایتان گویم. غیر المنصرفی اسم فیه علت فیه علتانی، یعنی اسم غیر منصرف اسم می باشد که در وی دو تا علت است. فیه علتان من 9 علل، از 9 علت دو تا علت می باشد. او علت واحدة تقوم مقام علتين، یا که مقام العلتين، یا که یک تا علت دارد که مقام دو تا علت را میگیرد، جای دو تا علت را میگیرد. همه اینها را آهسته آهسته کم کم اندک شیئا فشیئا میگیریم و میگذاریم انشاءالله. فهمیده؟ حالا فهمید که این درس یعنی درس چهارم دیگر موضوع از موضوعهای مهم دارد که چه منصرف و غیر منصرف گفتگی موضوع هم داشته است. اسمهای تنوین قبول کننده و اسمهایی که تنوین را قبول نمی کنند. از جمله اسمهایی که تنوین را قبول نمی کنند
همین چی بوده است؟ العلم المؤنث. سبب لا ينون این اسم تنویر رو قبول نکردنش دو تا علت می باشد. بارک الله فیکم. دو تا علت می باشد. بارک الله فیکم. این همه وقت مدرس حالتی خوب ندارد و هم انسان می باشد، بیمار شدن است، مردن است، بارک الله فیکم، و دیگر مصیبت ها هست و دیگر حالت ها هست. فهمیدید؟ برای این چی گفتنی هستم از فرصت استفاده برده. بارک الله فیکم. یعنی باید که بهره گیرد. بارک الله فیکم. چقدر که دانشجو طالب بارک الله فیکم در علم تلاش کننده باشد، همین قدر یعنی که شوق و هوس مدرس هم زیاد می شود. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ بنابراین از الله سبحانه و تعالی برای خودم و برای شما تلاش در علم و در طلب علم رو یعنی مسئله دارم و فعال در علم مثال از الله سبحانه و تعالی مسئله دارم. نه مهم. اگر پرسن که چرا عایشه تو امینه تو مریم و فاطمه تو تنوین را قبول نکردن، میگه که اینها اسمهای غیر منصرف می باشند و در اسمهای با اسمهای غیر منصرف چی هستند؟ چی میگه؟ قاعده را ذکر کرده، میگه که فیه علتان من 9 علل. در این اسمها از 9 علت 2 تا علت آمده است. کدام علت است؟ 2 تا علت است. میگه العلم یکم نام خصوصی می باشد، دوم یکم علت نام خصوصی می باشد العلم، دوم المؤنث یعنی مؤنث. البته در اینجا صاحب شرح معلوماتی خیلی هم کم داده است. اکنون یعنی درباره من گفتی شدم که کلن یعنی غیر منصرف رو ذکر نکرده است، وزنی می افته به طالب ها. لیکن اکنون که یک تا که ذکر کرد خیلی خوب می شد که درباره همین یک تا معلوماتی خوب می داد، لیکن معلوماتی خوب دادگی نیست در اینجا. الله سبحانه و تعالی یعنی نگهبانش باشد. خیلی خوب می شد که مثال چه خیلی که عایشه تو امینه تو مریم و فاطمه تو این دو نمود مؤنث را آورده است. تمام. همین عایشه مؤنث می باشد، امینه مؤنث می باشد، مریم مؤنث می باشد، فاطمه هم مؤنث. لیکن اینها دو نمود، سیم نوعی مؤنث را ذکر نکرده است. فهمیده؟ چون که 3 نمودی مؤنث می باشد. بارک الله فیکم. خیلی خوب می شد که فاطمه آورده است. خیلی خوب. فاطمه، خب امینه، عایشه، اینها رو چگونه نوع مؤنث میگویند؟ بارک الله فیکم. این مؤنثی لفظی و معنوی میگویند. این رو مؤنثی چی؟ لفظی و معنوی. هم لفظشان مؤنث میباشند هم معنایشان. عایشه تو مؤنثون، فهمیدید؟ لفظی معنوی. امینه مؤنث لفظی معنوی. فاطمه مؤنث لفظی معنوی. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. اکنون معلوم شد که با مؤنثی هست که لفظی می باشد و اما معنوی نمی باشد. خیلی خوب می شد که چی می گفت؟ می گفت که حمزه این را مؤنث می گویند، مؤنثی لفظی. فهمیده؟ بارک الله فیکم. مؤنثی چی؟ لفظی، اما معنوی مذکر می باشد. برای همون نام مرد را حمزه می گویند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. همین را ذکر نکرده است صاحبی کتاب. نه. خب در اینجا مریم میبینیم. این را مؤنثی معنوی مینامند که لفظش مذکر میباشد اما معناش
چی می باشد؟ مؤنث می باشد. فهمیدید؟ سه نمودی معلوم می شده است که العلم المؤنث گفته یعنی آن علم مؤنثی که به سبب دو علت، به این دو سبب غیر منصرف می شده است. یکم العلم یعنی نام خصوصی است، دوم مؤنث می باشد، خواه وی مؤنثی لفظی و معنوی باشد، مانند عائشه و آمینه و فاطمه، و خواه فقط مؤنثی معنوی باشد مانند مریم، و خواه مؤنثی لفظی باشد که آن را ذکر نکرده است، باید شما قید کنید در کتاب حمزه. اگر پرسن که چرا حمزه تنوین نگرفت، میگه که غیر منصرف است. علتش چیست؟ میگه دو تا علت است، العلم والمؤنث. فهمیده؟ العلم والمؤنث. اگر به تفصیل پرسیدنی شود میگه کدام، گوید که کدام نوع مؤنث می باشد. در باره حمزه پرسد و میگه که مؤنثی چی می باشد؟ لفظی می باشد. اگر پرسن که آمینه کدام نوع مؤنث می باشد، میگه که لفظی و معنوی. اگر پرسد که مریم کدام نوع مؤنث می باشد، میگه که معنوی. بعدا میفرماید که عائشه خطا، آمینه خطا، مريم خطأ، فاطمة خطأ. لماذا؟ لأن عائشة اسم غير منصرف، فهمت؟ فيه علتان من 9 علل، العلمية والتأنيث. فهمت؟ العلم المؤنث لا ينون، تنوین نمیگیره. در اینجا تنوین داده است، خطا شده است. فهمیدم؟ بارک الله فیکم. بعدا یعنی از جهت قاعده املا میگوید که من البیت اصله من البیت، من البیت. من را با ال در حین پیوست کردن نون فتحه میگیرد، زیرا اینکه بعد از نون ساکینه لام سکوندار آمده ایستاده است. فهمیدید؟ حرکت النون بالفتحه منعا لالتقاء الساکنین. نون را در اینجا حرکت فتحه داده شد. برای چی؟ برای خاطر خلاص شدن از واخوری دو ساکن. دو تا حرف ساکن دار شد، نون ساکنه و لام ساکنه. برای تخلص، برای خلاص شدن چیکار کردن؟ نون را فتحه داده شد، گفته است. نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.